بشن گفت شقایق خداحافظ، امروز عاجزانه هستی. عاجزانه تیکه خلیله. گفتم مگه بابک آمارو میدونه؟ کیه که آمارو به بابک میرسونه که بگه آقا بابک تو امروز رأیت پایینه، برو کمپین کن برای خودت. بابک هم هلک زنگ میزنه، مثلا میگه فلانی، ولی اسمشو نمیارم، فلانی مثلا زنگ میزنه من بابکم، مثلا آقا رأی ما 10,000 رأی مثلا زلاله نه رأی شقایق مثلا 1000 تا از من بالاتره، به شما لطف کنین که 10,000 تا رأی اضافه بکنین، در صورتی که هیچ کدوم از ستاره‌ها حق دونستن رأی‌ها رو ندارن. چی میشه که بابک میدونه؟ چی میشه که مثلا زلاله برمیگرده به وحید میگه که تو دیگه عاجزانه برو پشت کار خودت، برو پی کار خودت، کسی که باید بیاد اومده.